اورژانس گیلان بفرمایید. الو، اورژانس بچه نفس نمیکشه. نه خواب بوده تو خواب. آره. خب من بهتون احیا میتونی انجام بدی. بگو برگردون رو کف دست چپت قفس سینه‌اش رو کف دست چپت باشه، پاهاش رو ساعد دستت آویزون باشه، با دست اشارت با انگشت دست شستت دستشو باز کن، دست شیب دار باشه، سرش پاهاش بالا، محکم بین دو کتفشو بزن، محکم پشتشو بزن تا بچه گریه کنه. گریه میکنه؟ آره گریه کرد. آفرین. آره در اومد گریه کرد. خب گریه کرد. آره خدا پدرت بیامرزه. آروم باشین دیگه. آمبولانس هم تو مسیری که بفرست سر خیابون بمونه. با سلام، خسته نباشید خدمت مجموعه اورژانس گیلان. من سعید صادقی هستم. مدت پیش ساعت 3 یا 4 صبح نوزاد 2 ماهه من شیر تو گلوش گیر میکنه. منم خواب بودم، خانمم من داد زد که بچه نفس نمیکشه. از من خدمتتون که من با یه چیزایی که خودم میدونستم متاسفانه همش اشتباه بود، با اورژانس تماس گرفتم. خانم خانی و همکاراش پشت تلفن من راهنمایی کردن یه جوری که حالا راهنمایی اونا باعث شد که من تونستم جون بچه رو نجات بدم و قطعاً اینو به قاطعیت میگم که اگر تماس من نبود، اگر راهنمایی ایشون نبود، شاید اتفاق تلخی میافتاد. اول که تشکر بکنم از بچهای اورژانس، دوم این که این سردی خودشون حفظ کنن و بعد به دستورات بچهای اورژانس توجه بکنن و قطعاً نتیجه خواهند گرفت.